این بینای پارلمانت جمهوری تاجیکستان رو نوار داشتم. هم شبانه هم روزانه میتونید در نوارهای گذشته ببینید. اینک دوستان عزیز، ما از مرکزی شهر یعنی که اسماعیل سامانی مجسمه‌اش طرفی وطن و ژد وокزال می رویم. چخیل از دو طرف بیناهای گوناگون تولید یافتن و شما نوار میگیرم و همه شما تماشای خوب از اون طرفی راه میگذاریم و نوار گرفتن می رویم. برامزمه؟ دوستان عزیز، ما ستفاری مرکز اسماعیل سامانی رو گذشته ایستاده ایم. 18 19 از طرف راستی ما دوستان عزیز باغ استاد رودکی و اون طرف اون پرچم رو اگر دیده ایستاده باشید، ولی پرچمش نیست، ولی با فکرم برای رستوراسیون یا که شوشتنی باشد، ولی گرفتن حاضر است. اینگان این مجسمه اسماعیل سامانی در خفا ما داریم بینای کتابخانه ملی و این دوستان عزیز خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با عکس محترم امام علی رحمان، اساسگزار صلح و وحدت که در کنفرانس بین المللی اون برآمد کرده ایستاده. نه دوستان، و از اون طرف اومدیم دوستان و این مجسمه اسماعیل سامانی دوستان که در خفاش پرچمی جمهوری تاجیکستان و نشانی جمهوری تاجیکستان و این بینای کتابخانه ملی و اون طرف دوستان راه هیوای داریم وزارت کارهای داخلی، کمیته امنیت ملی و دیگر ساختارها. این دوستان خدمات و انا دوستان رو پرو بینای سرخ، این بینای بینای مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان. همین نوار همینجا هست دوستان عزیز که چخیل همینجا حالی نبود. انا دوستان عزیز این بینای چی بود؟ تشریح بهترین بوده دوستان، بهترین مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و بهترینانش آزیوای شدگی پارلمانت جمهوری تاجیکستان. چقدر زیبا شده از دوستان عزیز مرکز شهری دوشنبه. انا خدماتی علاقه این از حکومت جمهوری تاجیکستان. آفرین. امروز دوستان عزیز 20 چندم؟ امروز 2 مارس برای شکوفایی تاجیکستان عزیز آواز میدهیم. امروز انتخابات روز یکشنبه دوستان عزیز، حتما فراموش نکنید رفته آواز دهید. آینده تاجیکستان انشاءالله شکوفان است. دوستان عزیز در این بینای خدمات علاقه از طرف چپ چی مغازه است؟ یکم مگافون، سراسری و جهان و آزاده مدل دیزاین طراحی مود بود از دوستان. آفرین. خیلی مغازه های گوناگون، انا ویب، شاعره، لوکس، شیلا، شهناز، مرکز زیبایی. دیگه دوستان اینجا میتونید پیش از وای خوشرو کنید و بر سری داماد روید. مرکز طبی چینی ویتیلیگو همو باشه بیزار کده بوده رکلام. گرین آفتو انا بلا پیتزا دوستان، سامان کارواش دوستان، شستشوی نقلیات در اینجا. این بود بینای خدمات علاقه.
дар ҳамин сомон карваш бародаро мегӯянд як чира реклама карда буданд, рекламаи сару либос бо нархи арзон. ҳозир мебинем اون اوجا نمیشه. اینجا دوستان سالن آفتو بوده است. این چیه؟ BMW دوستان این رو بینه بهترین ماشین رو نبید که سرم تاب میخوره. اینجا گفتن انا دوستان 5 تا 5 اینجا کلوب دوستان عزیز ما اینجا اومدیم گفتیم که یک مغازه رو دوستان گفت که همینجا ارزان رکلام کردن اومدیم نیست برام دوام میدیم. دوستان ما گفتیم که بینای مجلس نمایندگان این از ما اینجا میرویم. این نگاه که پیتزا بلا از امروز دویم روز رمضان است دوستان. امروز دویم روز روزه داریم. نگاه کنید چیکاگو باربر شاپ بوده است. نگاه کنید سالن اش خانه او موبایل کیس مارک او موبایل دوستان نگاه پرچم تاجیکستان چقدر پرافشونه. مرکز سودای ماستر اوک پلوس. از اون طرف ما داریم مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. دیدید حکومت شهر دوشنبه مقامات و نگاه کنید دوستان اینجاست تو جای کراساتی گوش کاشانه حسن بوده است. آفرین گوگوش نام خیلی زیبا ابریشم эксклюзивные ткани. О, Айша магазин одежды. مغازه لباسا دوستان. ما برو پرو داریم دوستان. اینم یک بینای سه آشیانه دیگر که خیلی کهنه ایستادگی و رو پروی این از برش دوستان دوشنبه پلازا. دوشنبه پلازا 24 آشیانه دو گانیکا نام دارد. از طرف راستش دوستان این بیناها رو پایتخت 80 مسکرا میگفتن اگر خطا نکنم بخشش. سفیتا فیشن هاوس بانوشاپ دوستان نگاه کنید لباسای زنانه و چیزهای زنانه. اینتیماتوس و چطور استودیا پارفیوم پرزیدنت تومیریس همه. های دوستان خیلی زیبا شده است. اینا اون طرف هم چیزی تعمیر دارن رنگ‌هایش رو عوض کرده ایستادن. و از این طرف سایبر لاونج و پاتریوت و گیووانه گنتیله چیستا مغازه مردانه 70% تخفیف و 50%. اینا دوستان عزیز سمارت استارت. ما رو پروی گفتیم دوشنبه پلازای 2000 دوشنبه پلازا 24 آشیانه 2000 نه. مرکزی تعلیمی نگاه کنید میتونید زبان آموزی کنید دوستان. از طرف چپ ما دوستان طرف پالیکلینیکا سلاویانسکی اونیورسیتت و رودومی رقمی 1 میرویم اون طرف. اون 24 آشیانه ایمون. انا از طرفی راست ما دوستانی عزیز ما اومدیم چی اینجا؟ نش پیلی براد اونجا یاد گرفتم. رخش تاکسی 33 و شویلی استری ماریو. اون طرف دوستان عزیز ما داریم طرف تانکا می رویم و گمرک. بیا که حساب کنیم
دوستان این چهارراهه دامپیچتی که شما میدونید نگاه کنید از طرف چپ داریم دوشنبه پلازا سفینه رو چه دیده ایستاده اید نیست اینجا سفینه و اون طرف روی ژد وокزال و این طرف تانکا می رویم و ما خودمون از طرف مرکز شهر از مجسمه اسماعیل سامانی طرفی وطن رفته ایستاده ایم. کم گفته بود بوی خود اومده که خودی که خیلی در تنه آدم شیشتگی ای کو در تنه آدم میشینه بعد اگه از خونه میبرویه خود خونه میشه و هر دوستان عزیز این چهارراه از طرفی راست نگاه کنید فقط بیناهای دوشانه مونده است اینا هم یگان سال نه یگان سال از بین میبرند و بیناهای بلند آشیانه میسازند. خیلی دیدید اون طرف گفتیم گمرک و این طرف уже بلند آشیانه شروع شدند. دوستان جای سفینه نیست. در جای سفینه دوستان عزیز این خیلی بنا میسازند. اینا در عکس خیلی که دیده ایستاده بهت زیباست خیلی مثل بیناهای دوبای ولی پست هم باشد مثل بیناهای دوبای. از این طرف گفتم دوشانه دامپیچه اینا هم یک روز نه یک روز چپا میکنن و در جایهایشون گفتم که خیلی بلند آشیانه زیاد میسازن. خیلی که در 10 سال اخیر بهت در دوشنبه ساختمان بهت بسیار شده است و خیلی زور که همین سهم رو قپیدن همین راه رو که باید شهر زیبا شود باید آشیانه بلند آشیانه باشند که مثال در یک گکتر اگر اهالی 50 اهالی زندگی کند در یک گکتر میسازن که 200 عائله زندگی میکنند اکنو و از طرف چپی ما حقیقت دوستان عزیز مرکز جواهرات مغازه جواهرات در وقتا اینجا میدونه چی بود پاسولستوی پاکستان بود در یادم از خود بودم اینا حقیقت شده است. و در شب این ارکها گیران میشوند بهت زیبا میشود. میتونید حتما بیایید یک بار شب بگذارید کمتر خیالی وقتی گرم باشد بهار آمدو ولی موبایل های مرد که بعد از مرد خیلی گرم میشود میتونید اومده با فرزندان تماشا کنید. این دو سه آشیانه دوره با سوویتی دوستان عزیز از ارتک ما مغازه اینا خوراکه دارد و قهوه خانه دارد. از رو پرو داریم دوستان عزیز ما چی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و در قفاش دوستان میدونید چی داریم بینای تیسر یکم بینایی که دارد شبکه‌های موبیلی این تیسل بینای خود رو در اینجا دارد خودش ساخته است مخصوص برای خودش. این بینای وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان فراموش نکنید دوستان. و از پیش داریم اکادمیای علم‌ها جمهوری تاجیکستان. این بینای کبود رو دیده باشید اگر این بینای اکادمیای علم‌ها جمهوری تاجیکستان بابا جان غفور اکادمیای علم‌های جمهوری تاجیکستان به نام بابا جان غفور و دوستان عزیز این رو من همه وقت میگم نوار نمیگیرم رو بروش میگیرم. نگاه کنید دوستان
این طرف باس و اوشیانای دوره سوویتی بیناهای استقامتی اینا همه‌شون 1 سال 2 سال دیگر وقت مونده است دوستان. انا آخر خانه بلند اوشیانا میشود که اینها با خیلی خرسند و صاحب خانه واسه میشوند. دوام باشید دانه دوستان مغازه دانه و لاسیتی لباسه مغازه لباسه زنانه و دانه رو نمیدانم ممکن مغز مویز باشد یا گاگان دانگی باشد. اوریگامی قهوه خانه با فکر من و یورا اپتیکا کافه موز مقصد یخی نمای نمیتونیم خونده. انا دوستان این اینجا هم یک ساختمانی دیگر رفته ای شده نگاه کنه. و بینای سازی که دیده ای شده این وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان و این بیناهای دوره سوویتی دوستان. من تا همین چاره های نوار میگیرم و بعدا با شما خیر و خوش میکنم دوستان برای که اون طرف من نواری یک دو هفته اینا به شکل دارم و میتونید از اونجا نوار را نگاه کنید. امروز خنک دسته ها یخ کردم دوستان مخصوص برای شما بود بفهمید و میشینه تا اگر میشین میرین اپرا و بالای دوستان عزیز از پیش ما و این فانتان یعنی که باقی اپرا و بالای جمهوری تاجیکستان و این چیکن چوجا بیریان اینا ما میدونم کمتر گرم میشن بهونه امروز رمضان کو گرم میشن و هوی میفرمایه میدونم اگر نکشته باشن. انا وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان و در برش بانک ملی جمهوری تاجیکستان بینایت و چقدر که دیگه دوستان انا اینجا مهمان خونه وخش بود و این اپرا و بالت. اون طرف راه زیلان بازار. انا این ستافور دوستان حتما ببینید که اگر دو رنگه باشد دولی نروید احتیاط کنید. اما سردنویه انا دوستان ما با جای به شمالی می رویم بانک ملی دوستان اومدی چیه با چه پرزیده اوکی انا ستافور گذار قبیده میشه. اونو بینو را دیده است دوستان عزیز اون طرف زیلون بازار میرویم بهت نگاه که 8 اتاج چند اتاج باشه و یک کفیر دار یعنی وزارت صنعت و انا دوستان عزیز انستیتوت زبان و ادبیات انستیتوت زبان و ادبیات برنامه رودکی بالا چی بود؟ اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان. اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان. دوستان کینوتئاتر وطن و بارون باریده ایستاده از دوامی این نوار با نگاه کنین بارون شروع کرد. دوستان شروع کرد و از طرف چپی ما سرنا و این طرف دوستان این طرف ما علامه گل ها داریم. این بینای وطن است دوستان بون اپتیت. ما در آمدیم فقط میگن زکوزکا 100 گرم خودش 200-300 میشه. خیلی اکمو گفتیم اکو یگون چیزی سرب بخوریم یگون رنگ قرطه و یگون شکره که نگو که ما خالی نداریم ما رنگ دیسری قاک است گفتیم نه نباشه با مروه رفتیم حتی بچه و فرزندو. نه دوستان اینجا مغازه لباسه هم
پایافزار و این مرکز خدمترسانی دیوایس ستور. اینجا بابلون، این مغازه گل لالا. این دوستان بینوی اینه از طرف ما شیرین مهمان خونه دوستان و این طرف صدبار این زیر زمینی و این بینوی وطن. میدید دوستان دوام میدیم سیر و گشتمون رو. باران باریده ایستاده است دوستان. با فکر من امروز شب ساعت 11-12 برف در باد و هواسنجی اعلان کردند. انا گل دخترانی تاجیک باد و هوای تاجیک. یعنی مهمان خونه دوستان، مهمان خونه دوشنبه بود پایتخت شد و بعدا با مهمان خونه دوشنبه مو بدل گشت نامش. بله پایتخت به معقول نبود و با چیزهای جهانی گوییم اگر دوشنبه مشهورتر بود. برام گریتم با از پایتخت با مهمان خونه دوشنبه مو بدل گرداندم. هر چقدر که دیده نوارهای گذاشتن اونجا ساختمان ها خیلی بزرگ با حشمت رفته ایستادن. بارون هم برده است، کم کم تازه میکنیم. چقدر دیدید ما از اون طرف رفتیم دوستان عزیز. بازی با شما این رو هم نوار بگیرم که ما از کجا شروع کردیم و با کجا رفتیم. ما این پیش خود یعنی که راه زیر زمینی ما گذاشتیم دوستان عزیز اون طرف و طرف راه زیلانی بازار رفتیم و با شما این راه رو کلن تا 4 راهی والنا یعنی که مغازه تکنیکای والنا نوار گرفته بودم. با دوامش رو نصیب باشد با نوار میگیریم. اینک من در صدبرگ رسیدم و با سوی خانه روانم. امروز دوم روز رمضان است دوستان. بسیاری با دوستان جمله دوستان بسیار می رود نمیدونم با شما خلای است ولی خودم اهمیت میدیم. به دوستان بسیار می رود. برای همون دیگه دوستان رو کم میکنیم و فقط با پیش نه دوستان عزیز ما طرفی با همین سخنران بسیار در لفظ آورده ایستادم ولی نباید بسیاری باید یک چیز را گپ زنم. من هم فراموش میکنم از احترام میگویم این رو
روپروی ما دوستان، روپرو از ما چیست؟ راه آهن تاجیکستان. واه. حتما نه غنچه کرده دوستان، نه غنچه کرده، نه غنچه اومدی بهار نه، یعنی که اوجه بهار شده است. ها شما این نترسه، بهار آمد، بهاری لاله‌زار آمد، در دشت و دامن بوی بلبل جرگن آمد. میگه که این شعر هیچ که خوندن نتونید غیر از کنیم. تمام دوستان ما محکم بکنیم و چقدر که دیدیم ما فیض رسول داریم و این طرف برای ساعت راز بینیم چند ساعت